ساکنان شهرک شوراب در شمال تاجیکستان از آب تنقیصی میکشند. شهرکی که در 30 سال پیش زیاده از 30,000 اهالی داشت، امروز همگی نزدیک 2,000 نفر ساکن باقی مانده است. مشکل آب اکثر ساکنان را مجبور کرده است که ترک خانه های خود کنند. در زمان شوروی این کار کرد شد و از بارخ آبی دلیر امام علی و دلاشوب عارفزاده تلاش کردند در فیلم مستند مشکل ساکنان شهرک شوراب را بیان کنند. در وقت نوارگیری فیلم‌های هنری زیاد سفر میکنیم برای دیدن لوکاسی‌ها، یعنی موضوعهای نواربرداری و 2016 یا 15 بود در سوخت سینما برای دیدن میدان نواربرداری فیلم‌های هنری میرفتیم و در وقت دیدن اون میدان‌های نواربرداری ما این شهرک روبرو شدیم. همیشه آرزوی من بود که شوراب و تبوشه را ببینم و وقتی که دیدیم ما سرمون این فکر بود که یک وقت امکان شد ما فیلم مستند بسازیم درباره این شهرک و همین گونه مبلغ گذار پیدا شدیم و این فیلم ساختیم. فیلم شوراب در چارچوب طرح مدیا کامپ و با پشتیبانی اینترنیوز تاجیکستان تابستان سال جاری به نوار گرفته شد. ثبت فیلم یک هفته ادامه کرده است. یک وقتی اینترنیوز تاجیکستان یک لایحه پیشنهاد کرد درباره پیشنهاد کردن ایده، فرق نداره چی ایده داری باید پیشنهاد کنی و در این لایحه ما این ایده که ما می‌خواستیم فیلم مستند درباره مشکل آب به نوار گیریم پیشنهاد کردیم و از جانب اینترنیوز دستگیری یافت و گفتن شما میتونید این فیلم به نوار بگیرید. هر یک ما به طرف بودن نمی‌تونن بعد این فیلم هر کدام ما مجبور میکنن که بندیشه بده. مؤلفای فیلم حل همین مسئله میدونن خودشون. همین گونه مسائل کوچک اگر به رهبر کشور رفته رسد و در صحبت با اون پرزیدنت این کشور فکر کنم که یگانه راه حل دیگر در همینجاست. مؤلفان با ثبت و نمایش این فیلم تلاش کردند مشکل مردم شهرک شوراب را به نمایش گذارند تا این شهرک زمان افسانوی به آب تامین کرده شود. اثر نو در آنجا زراعت‌ها رویند و مردم با آب تازه آشامیدنی دسترسی داشته باشد. از نگاه من فیلم خیلی جالب دیدنی بود و اساس که موضوع رو در بر میگرفت موضوع داغ روز است. یعنی که خیلی دیدم از نارسایی آب اهالی خیلی عذاب میکشد و باید در دل آنها رو شنید. 10 روز تقریبا قطعی مردم زندگی کردیم اول تا اون که ما ثبت کنیم قهرمان‌های معین کردیم زیاده از 100 نفر که صحبت کردیم و بسیار جالب بود. موضوعهای جالب خیلی زیاد است در این شهر. فیلم شوراب الکی به چند فستیوال بین المللی دعوت شده است و قرار است آن را در خارج کشور به نمایش گذارند.